یهو بهش گفتم ببین کیه داره زنگ میزنه، اونم این وقت شب. الو. من یه قاتلم. خب چیکار کنم؟ گفتم من یه قاتلم. من میخوام بکشمت. تو الان زیر نظر منی، دارم میبینمت. قیافم چطور به نظر میاد؟ بله؟ بله چیه؟ میگم قیافم چطور به نظر میاد؟ خیلی خوبه، جذاب به نظر میاد. جون من؟ نه معلومه قاتل خوش سلیقه هستی. صدای تو هم جذابه آکلک. قربونت برم. ای بابا چه خجالتم میدی. میگم امشب چی کاره ای؟ یه 2-3 نفری هست باید بکشم، بعدش کار خاصی ندارم. چطور؟ آها خب نظرت چیه؟ کارت که تموم شد شام بیای پیش من. زحمت نباشه آخه. نه بابا چه زحمتی، بچه هم هستن باشون آشنا میشی، یه شام دیگه دوره هم میخوریم.